ذکر این هفته دعای بسیار ویژه‌ای است برای نجات از فتنه ها. عزیزان، فتنه ها خیلی زیاد شده، اونقدر که به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف از خانه میره بیرون مسلمان میبینی که با فتنه برمیگرده. و برای نجات از این فتنه ها هم خود ما هم فرزندان ما این دعا رو بخونیم که حضرت عبدالله ابن عباس در حدیثی که امام احمد آورده میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز به کثرت این دعا رو میخوندن: اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. این پروردگارا به تو پناه میبرم از فتنه ها، چه اون فتنه های ظاهری که ما میبینیم، چه یک سری فتنه هاست که اصلا ما نمیبینیم و متوجه نیستیم. این ذکر رو عزیزان زیاد تکرار کنید، حداقل بعد از هر نماز، اگرچه که در حدیث صحیح عدد نیاورده، ولی به خاطر پایبندی عزیزان بعد از هر نماز 25 مرتبه این ذکر رو تکرار کنیم: اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن.